اما سوال دوم، پروردگار تو کیست؟ جواب، پروردگار من الله است که مرا و تمام جهانیان را با نعمتهای خود پرورش کرد و او معبود من است و معبود دیگر جز او نیست. و دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی اول سوره فاتحه است که تلاوت می‌نماییم: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. حمد و سپاس و ستایش سزاوار پروردگار عالمیان است، پروردگار جهانیان است. هر چیز غیر از الله سبحانه و تعالی از جهانیان که هستند آنها مخلوق هستند، آنها آفریدگار نیستند، بلکه آفریدگار تنها الله سبحانه و تعالی است. برای اون تو در اینجا الحمدلله رب العالمین نگویی. پس از این آیه کریمه چنین معنا را ما درک میکنیم که تمام شکر و تمام حمد و سپاس و ستایش از آن پروردگار است. او پروردگار تمام مخلوقات است. پس هر چی غیر الله باشد مخلوق است. الله سبحانه و تعالی آفریدگار است و قرآن کلام اوست، مخلوق نیست. پس هر چیزی که مخلوق است محتاج پروردگار است، محتاج اله است. از این رو برای بنده دیگر یگان معبود باید شایسته نباشد که او را عبادت نماید و جز الله سبحانه و تعالی.